سلام دوستان عزیز، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. خوش اومدین به ویدیو تلویزیونی جدید از چنل من. توی ویدیو امروز با هم دیگه می‌خوایم نگاهی بندازیم به اسلحه پرمکرت بعدی بازی پابجی موبایل در سیزن A7 و همچنین جوایز رئال پس هم با هم دیگه بررسی می‌کنیم که این لباس آپگریدی مومیایی که دارید تماشا می‌کنید مربوط به بازی پابجی موبایل گلوبال نیست و دیگه باید متوجه این به خوبی باشید که گردونش مربوط میشه به پابجی موبایل چینی و اینکه بخوایم احتمال بدیم مثلا سیزن آینده بخواد چنین لباس آپگریدی که دیگه حالا بخواد کاملا هم متفاوت باشه نسبت به اکسودهای سابق بازی پابجی موبایل رو یهویی بخوایم توی مثلا سیزن آینده ببینیم که به نظر من اصلا اینطور نیست و گول ویدیوهای منتشر شده رو نخورید. هنوز هیچ اخبار رسمی در این باره منتشر نشده که بخواد کلا ربط داشته باشه به پابجی موبایل گلوبال. فقط میتونیم امیدوار باشیم که بخواد مثلا یه تغییر ایجاد کنه توی اکسودهای آپگریدی که دیگه بالاخره خودتون به خوبی توی جریان اسکین های جدیدی که میاد اضافه میکنه هستید که ممکنه مثلا بخوایم بگیم لباس های آپگریدی یه جورایی دیگه حالا تکراری شدن و اینکه بخواد مثل این مثلا لباس مومیایی افکت های اضافه کنه و چیزای اینجوری خب میتونه جالب باشه و احتمالش هم هست که بخواد انجام بده، چون با همین تغییرات هست که دوباره میاد پلیرها رو تشویق میکنه که بخوان توی بازی خرج کنن و اینم در نظر بگیرید ابتدای سیزن آینده همچنان اکسوت فعلی که الان گردونش توی بازی هست توی اون تایم هم حضور داره و سری نمیاد بخواد مثلا یه دونه گردونه آپگریدی جدید رو به بازی اضافه کنه و این وسط همیشه یه وقفه است که بهتر از صبر کنیم بخوایم که دیگه حالا منتظر اخبار جدیدتر باشیم که به نوعی دیگه حالا میشه گفت رسمی باشن و همه این چیزهایی که تا اینجا اومده منتشر شده مربوط به یه گیم دیگه هست که ربطش دادن به پابجی موبایل گلوبال. به سراغ رئال پس A7 بریم که توی تصویر دارید مشاهده میکنید لباس سمت چپ توی RP 1 گیرتون میاد و لباس سمت راست هم که متیک RP 40 هست. این وسط یگان وکتور هم دیده میشه که میشه گفت همرنگ لباسا هست تقریبا. نگاه بهتری هم به لباسا بندازیم که دیگه خودتون دارید مشاهده میکنید سلیقه‌ای هست و ممکنه یک سریا نپسندن و یک سری هم واقعا ازش خیلی خوب استقبال کنن که نمره قبولی رو به نظرم میگیره. گانه آپگریدی تو رئال پس هم دارید توی تصویر میبینید که خوشبختانه این دفعه اومد دوباره دست گذاشت روی SMG و مورد مناسبی هم انتخاب کرد که از اینم بگذریم. توی RP 90 یگان لژند رو میتونید دریافت کنید که M24 هست و به نظرم طبق این عکس اسکین خیلی خفنی نیست متاسفانه. که این وسط یه اسکین رباتیک هم داریم که مربوط میشه به خرید کارت الایت سیزن آینده که مثلا اگر الایت ساده رو بیاید خریداری کنید به صورت تایمی این رو میاد به شما میده و اگر بخواید که 1920 سی این وسط بپردازید اون موقع است که دیگه میاد جوایز بیشتری براتون باز میشه. خود اون اسکین رباتیک به صورت دائمی روی اکانتتون میمونه. یه دونه مجسمه بخش هوم به همراه ویکتوری دنس سیزن آینده و یه دونه آواتار فیلم و دیگه حالا کریت هایی که آنچنان مهم نیستن ازشون میگذریم میپردازیم به RP 100. فقط اینم قبلش بگم که دیگه توی تصویرم دیدید که یه دونه گان AR خیلی خفن هم این وسط قرار دادن که اسلحه G36C هست و خب دیگه حالا لباس RP 100 هم قبلا دیده بودید ولی خب مجدد میتونید تماشاش کنید که آنچنان لباس خفنی نیست ولی از اونجایی که جمع جوره به نظرم میشه حالا باهاش کنار اومد. بپردازیم به موضوع اصلی این ویدیو که در رابطه با جعبه طلای بعدی بازی پابجی موبایل هست که ساعتی پیش اومد و خب دیگه بالاخره خبرهای منتشر شد در رابطه با اضافه شدن گان ایدبل به جعبه طلای بعدی بازی پابجی موبایل در سیزن A7 که تصویر 3 تا ایدبل رو این وسط اومدن نشون دادن که خبری که منتشر شده به نظر من خیلی رسمی تر از اون خبرهایی هست که قبلا شنیده بودیم که مربوط میشد به گان M700 UMP و چند مدل اسکارل و حتی گروزا. توی تصویر دارید 10 اسلحه سابق پرمکرت های بازی رو مشاهده میکنید که هر سیزن بالاخره یکیش رو اومد اضافه کرد و اگر یادتون باشه و منم اشتباه نکنم از UMP بود که اومد مثلا اون گارانتی 120 رو قرار داد که من خودم نیازی نداشتم SMG رو بیخیال شدم و توی سیزن آیندهش ایدبل رو اومدم با گارانتی دریافت کردم که این وسط واقعا آوردن گارانتی خیلی اومد تغییر و تحول خاصی رو داخل بازی ایجاد کرد و دیگه حالا پلیرها میشه گفت دیگه حداقل یه دونه گان آپگریدی رو روی اکانتشون دارن که خوشبختانه توی رئال پس هم اومد مینی متریال و توی شاپ هم از طریق کارت جی خرید متریال رو واقعا آسون کرد که دیگه حالا اگر یادتون باشه توی اون سال اول و دوم بازی آرزوی هر پلیری بود به نظرم که بخواد مثلا یه دونه گان کیل مسیج داشته باشه که دیگه سیاست بازی طوری عوض شد که حتی توی رئال پس هم ما اومدیم و گان‌های آپگریدی رو دیدیم که خودم یادمه مثلا اون ابتدا که اومد یک سری از گان‌های لژند رو همینطور توی پرمیم کریت قرار میداد برای خودم کامنت میذاشتن ادعی که کارش اشتباه هست مثلا اون گان رو من روی اکانتم داشتم چرا اومده اینجا گذاشته و چیزای اینجوری که توی پابجی موبایل اسکینی رو دریافت میکنید توقع نداشته باشید که بخواد خزش نکنه و حتی الان آلتیمیت ها رو هم دارید میبینید که وقتی یه دونه جدید میاد توی یه قسمت بغلش هست که دیگه میاد مثلا یکی از قدیمی ها رو هم قرار میده. از این بحث بگذریم بپردازیم به ایدبل ها که مورد اولی که پرداخته بودن بهش ایدبل گودزیلا بود که همتون دیگه حالا میشناسیدش و خودتون میدونید که چقدر محبوب هست داخل بازی. یه اسلحه لژند 7 لول است که اگر بخواد توی پرمکرت همین رو قرار بده این وسط به نظرم چون که حالا گانی هست که قبلا هم یه موردش با گارانتی داخل بازی بوده پلیرها رو قانع میکنه که بخوان این وسط هیت ندن که چرا اومده یه گان رو مجدد بک زده که مورد قبلی ایدبل اونجر بود ما گرفتیمش و این دفعه مثلا گودزیلا بشه کارمون میاد. چون خودتون هم میدونید دیگه بالاخره هر یه دونه متریال که بخواد 568 سی باشه کم فکر کنم هر کدومش 500,000 تومان در میاد که با این حال من خودم این وسط زیادم دیده بودم که ایدبل
اونجر رو یک سری از پلیرها میس داده بودن که مورد دوم هم الان دارید تماشا میکنید AWM فیلد کامندر هست که دیگه بالاخره اونم یه لژند 7 لول است و از قدیمیای بازی مورد جذاب و مناسبی است که دیگه بالاخره میاد این وسط. اگر AW اونجر رو آپگرید نکرده بودید یه جورایی انتخابی میشه که بخواید کدوم رو انتخاب کنید و دیگه حالا توی سیزن های آینده بخواید که به کیل مسیج حداقل برسونیدش. مورد آخر رو دارید تماشا میکنید که واقعا AW خوشگلی هست و اسمش هم هست رینبو دریک که اینم یه لژند 7 لول است و اگر دیگه حالا وارد بازی بشه واقعا گان خیلی خفنی بوده که آوردنش و یه جورایی میشه گفت که از اون دوتای قبلی هم جدیدتر هست. همچنین به تاریخ دقیق انتشار جعبه سالی بعدی هم بخوام براتون اشاره کنم تقریبا میشه گفت 18 روز دیگه میشه که پریمیوم کریت جدید رو بعد از کاستوم کریت داخل بازی خواهیم دید و طبق اخبار فعلی که دیگه میشه گفت رسمی حساب میشه نسبت به اون خبرهای احتمالی که قبلا یوتیوبرها براتون میذاشتن توی جعبه طلای سیزن آینده AWM رو خواهیم داشت. مورد دیگه نیست که براتون میخوام تو این ویدیو بهش اشاره کنم این بود از ویدیو اطلاع رسانی امروز ما. امیدوارم از تماشای ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم.